السلام علیکم. اکای حاجی مرزا، در کدام حالت جین در داخل آدمیزاد داخل می شود؟ این ما با یک بار دیگر هم گفته بودیم که جین در داخل انسان زمان می درآید، گفتیم یا در حالت ترس باشد، یعنی انسان وقتی که یک سخت می ترسد، همون حالت در جین ها یعنی خودشان در داخل انسان جا کرده می توانند. یعنی وقتی که اگر جین در داخل انسان که در آمد، حتمی این انسان بیمار می کند. یا در حالت شهوت که اگر خیلی شهوت انسان بلند شود، در حالتهای همون خانداری که بازن می کند، همون حالت هم جین در وجود آدم داخل می شود. یا گفتیم وقتی که شما در بسترهایی که خواب میکنید، شما عریان خواب نکنید، یعنی برای خودتان یک لباس در بدن داشته باشین. این بهتر است که شما در جایگاه خوابتانم یعنی با لباس هایی که سبک هستند و لباس هایی که شب خواب کنک داریم ما و شما، اگر با این لباس ها هم اگر در همون بستر خواب ما خواب کنیم، انشاءالله این نیک است. و پیش از خواب حتمی برای هر کدام ما و شما وظیفه این است که آیت الکرسی، سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله اگر خوانیم و در دست هامان بدمیم و در تمام بدنمان اگر مالیم، انشاءالله دیگر جین نزدیک ما و شما آمده نمیتواند. اینا در حالت نشستن میشینیم در جاگه با پای طهارت، این آیت های، این سوره ها، این آیت هایی که گفتم اینها را میخوانین، در بدنتان میمالین، انشاءالله دیگر جین در وجود شما داخل نمیشود. یا جین در حالت گناه هم در آدم داخل میشود. میگه صاحب کتاب اگر وقتی آدم مرتکب یک گناه میشود، چی در حالت زنا باشد، چی در حالت عرق نوشی باشد، چی در حالتهایی که اگر نمازخوان باشد و نماز قصداً ترک کند، یعنی حالتهای گناه دهند، جین میتواند که در وجود انسان داخل شود. از این خاطر همین مرحله هایی که همین صورت هایی که بیان کردم، اگر در همین حالت ها شما پیشگیری کنید، انشاءالله جین در وجود شما داخل شدن میتواند. السلام علیکم استاد شیرین سخن. سوال: آیا پسر میتواند پدر خود را عاید شریعت سخن گوید در آن وقتی که پدر کار غیر شریعت را انجام میدهد و من بر خلاف کار غیر شریعت پدر خود را از شریعت سخن میگویم؟ آیا من در این عملم گناهگار نمی باشم در نزد خدا، حال آنکه من از شریعت برخوردار هستم؟ البته فرزند می تواند که پدر یا مادری که اگر از شریعت بیرون باشند، یعنی چی به نماز باشند، چی در حالت مینوشی باشند، چی در حالت زیناکاری باشند، یا چی در حالتهای یعنی یک گناه مبتلا هستند، فرزند اگر فرزند سالم و صالح و خدا ترس باشد، حق دارد که پدر و مادر گوید که ای پدر ای مادر، من میدانم که منزلت تو خیلی بالاست، من میدانم که الله هر یک فرزند سپارش دادگی هست، و وصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن. اینا من میدانم که الله سپارش دادگی است که هر یک فرزند باید که با پدر و مادرش خیلی معامله خوب داشته باشد، پدر و مادرش احترام کند، پدر و مادر باید که از فرزندها راضی باشند. اینا من میدانم، لیکن این عملی که تو انجام داده ایستاده ای، این عاقبتش خاری است، این عاقبتش عذاب است، پدر از این راحت بگرد. اگر با این طریق معامله با پدر کند، این در گناهگار نمیشود. یعنی فقط با غیر دغلانه، یعنی ما نمیتوانیم که بالای پدر و مادر اگرچه در راه گناه هم که باشد اونها را سیاست کنیم، اونها را مثال سخنهای قبیح گوییم، این در حق نداریم. یعنی با طریقی خیلی نرم و ملایم، یا می توانیم که اگر یگان رفیق عالم داشته باشیم،
یگان رفیقی که از خدا و پیغمبر آگاه باشد، اونا برده پدر و مادر مانه. اگر اونها نصیحت کنند با این راه ها باز بهتر است. محترم اکای حاجی میرزا، من یکی از مخلصان شما می باشم. برادری دارم که او مادرزاد گنگ است. میخواهم او را عائله دار کنم. در باب نکاح آدمان گنگ روشنی می انداختید، یعنی که آنها را چی طور نکاح میکنند؟ التماس فوراً جواب گویید. ما از شهر دوشنبه برای شنیدن امر معروف شما آمدیم و میخواهیم که از شما یک دعای نیک بگیریم. با احترام مخلص شما سعدی. یعنی آدمانی که گنگ هستند، آنها را نکاحشان با طریق اشاره می شود و با طریق خطی می شود. اگر با طریق اشاره فهمد که وی در معرکه نکاح اشتراک دارد و او را اشاره کنیم، او مثال با سرش اشاره کند قبول کردم گفته، این ده هم نکاح گنگ با گنگ درست می شود. یعنی از طرف همون گنگ اگر اشاره انجام یابد صحیح می شود. یا با طریق خط پیشنهاد میکنیم که همین دخترم میخواهی نمیخواهی گفته، و اگر نویسد که میخواهم الک خودش چی است همون قبول است. السلام علیکم داملای محترم. سوالها از دوشنبه، التماس همین جمعه جواب دهید، ضرور است اگر امکانیت باشد. از قفای شخصی که ریشی او با تیغ تراشیدگی هست نماز خواندن درست است یا نه؟ مکروه میگویند. در تمام مسائل فقهی از پشت امامی که ریش ندارد نماز خواندن مکروه میگویند. از قفای شخصی که ریشدار باشد و قرائت نداشته باشد نماز خواندن جایز است. در مسجدی که امام دائمی نداشته باشد، با احترام گروه تاجران کاروان. یعنی اگر ریشدار باشد و قرائت نداشته باشد، از پس این گونه امام نماز قاری فاسد است. یعنی کسی که اگر همان قرائت امامی ریشدار میفهمد که غلط خوانده ایستاده است، نادرست خوانده ایستاده است، انا برای همون عالم هایی که میفهمند برای آنها نمازشان درست نمی شود. لیکن برای کسی که از قرائت او سهو و غلطی او را جدا کردن نمی تواند، یعنی گویم از اون در علمش پستر است، برای اونها نمازشان درست می شود. یعنی نماز عامی به عامی درست می شود، نماز آدم جاهل به جاهل درست می شود. فقط نماز آدم جاهل به عالم درست نمی شود. یعنی عالم از پس جاهل اگر نماز خواند نمازش درست نمی شود. سلام برادر مهربانم حاجی میرزا، من از شهر دوشنبه مخلص شما. یک برادر نماز میخواند، فرض را میخواند و سنت را نمیخواند. سوال دادیم برای چی سنت را نمیخوانی؟ جواب داد که در جای سنت قضای گذشته را میخوانم. درست است یا نه؟ نه درست نیست. این سنت ها سنت های هداست، سنت های تأکید شده پیغمبرند. این 5 وقت سنتی که ما در یک روز میخوانیم، اگر کسی این قصداً ترک میکند در نزد پروردگار گناهگار میشود. قضایش جدا خواندن گیرد، سنت هم میخوانی قضایی را میخوانی. این معنی را ندارد که ما قضا را خواندیم و سنت ترک کنیم. در ترک کردن سنت الک انسان گناهگار میشود. بی سامانی این مبلغ ناچیز هم که باشد در آبادانی مسجد صرف کنید. نامم را در بین آدم ها نگیرید و اعلان نیز نکنید تا که ثوابش بر من رسد. با احترام خواهر اسلامی شما. یک مکتوب نویساندن و 20 سامانی هم برای آبادی مسجد روان کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک نفر خواهر اسلامی شما با سببهای معلوم نام و نسب و نام دهام را نمی نویسم. از درگاه خداوند صحت شما را خواهانم. خداوند علم شما را زیاده بگرداند. من دوزنده هستم، هرچند کار میکنم برکت ندارد. میگویند که با دست چپ که کار میکنی از این سبب است.
یا راه کارت بستگی است، در حق ما دعا کنید. یعنی هیچ وقت این سبب نمی شود که انسان وقتی با دست چپ اگر کار کند کاری او بی فیض باشد، بی برار باشد. این غلط است. فقط حبیب خدا همه کار با دست راست سر کردن در امر کردگی هستند. لیکن انسان وقتی که اگر آموخته شود با دست چپ، اینا باید در خوردیش همون پدر و مادر وقتی که نگاه میکند که فرزند با دست چپ خوراک میخورد، با دست چپ همه معامله هاش میکند، همون زمان باید که باز میداشتد. وقتی وای الله که به سن سالی خیلی کلان رسید، وای دیگر دستی و آموخت شد، دیگر وای گردانیدن از این کار خیلی مشکل است. اگر تواند خوش به حالش، و الا نتواند این معنای را ندارد که با دست چپ کار کردن کار انسان بی فیض و بی برار باشد و کار او بستگی باشد. کار هیچ کس بسته نمیتواند. ولی بسیاری بچه ها مراجعت میکنند می کار من بستگی هست. کار شما را هیچ کس بسته نمیتواند. هر یک مشکلاتی که در کار شما می آید، شما به سوی پروردگار مراجعت کنید، انشاءالله همه کار شما را خداوند کشایش میدهد. هر یک مشکلاتی که می آید، هر یک تجارتی که داری بی‌برار است، در بالای جای نماز دعا کن، انشاءالله همه کارهای تو با برار می شود. زنی که اسلامی باشد، قرآن خوان، سطردار، 2 فرزند دارد، شوهرش در اسلام نباشد، او را نگاه و بین نکند، زن از او طلاق طلب کند، این زن نیز گناهکار است، روی جنت را نمی بیند یا برعکس. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنه. پیغمبر خدا میگوید کدام زنی که اگر بی اساس، بی سبب یک شوهر نمازخوان دارد، یک شوهر خدا ترس دارد، یک شوهر اصلاح شده دارد، لیکن زن بازم اینقدر کردارهای خوب شوهرش ناز میکند یا فخر میکند یا تکبری میکند و از این گونه شوهر طلاق را طلب میکند، این حالت در جنت بر این گونه زن حرام گفتن حبیب خدا. لیکن وقتی که شوهری که اگر خیلی کردارهای ناخوب دارد، عملهای نادرست دارد، زن از حساب عملهای ناجایز او خیلی دلمانده می شود، اگر از او طلاق طلب کند، این حالت در این زن گناهکار نمی شود. بسیار خوب می شود که اولا این زن این طلاقی که طلب می کند برای جدایی نباشد، فقط برای ترسانیدن باشد. بترساند که من با این گونه شوهر حیات بردن نمی خواهم، میخواهی مثل من نمازخوان باش، مثل من در پهلوی من، چگونه ای که من تربیت فرزند میکنم، چگونه ای که من هم غم خانه و غم اسلام میخورم، تو هم باید مثل من باشی گفته. و الا اگر همین شرط ها را قبول نمیکنی، من با تو زندگی نمیکنم گفته. اگر با راه های ترسانیدن باشد، این بهتر است. و الا از طلاق کردن او هیچ نیکی در حیات این زنی که با صاحب فرزند از پیدا نمی شود. خیلی از طلاق کردن ما و شما اجتناب کنیم. هیچ وقت طلاق کردن هم دوست نداریم، فقط با این راه های ترس اگر پیشنهاد کنیم تا که زندگی خوب شود، تا که این مرد اصلاح شود، این حالت خیلی خوب است. اگر زن در خانه تنها باشد، بی سطر، قرآن را بخواند، آیا گناهکار می شود یا نه؟ خداوند در سوره احزاب خبر می دهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ایمانهن اتقین الله ان الله کان علی کل شیء شهیدا. صدق الله العظیم. خداوند میگوید هیچ گناهی نیست بر زنها اگر در نزد پدرهاشان، اگر در نزد فرزندهاشان، اگر در نزد برادرهاشان، اگر در نزد فرزندهای برادرهاشان،
اگر در نزد فرزندهای خواهرهاشان، اگر در نزد زنهایی که همسایش باشد، یا اینکه زنهای مسلمانی که در اون خانه پیشی و آمدگی هستند، این حالت اگر زن به سترم که باشد گناهگار نمی شود. در حالت در خانه، یعنی به ستر، مثل که موی سری او می تابد یا گردن او می تابد یا دست او می تابد، در خانه در پیش پدر، مادر، برادر، فرزندای او، الله در سوره احزاب آیت 55 میگوید که گناهی نیست در خانه. یعنی ستر میتواند زنهای ما وقتی از خانه که بیرون شد، انا در کوچه برای زنها ستر کردن فرض است که چشم مردم بیگانه با این زن نرسد. لیکن در نزد پدر و مادر و اولاد و اجدادی که در خانه دارد، نزد اینها اگر این ستری هم که کند گناهی نیست، میگوید پروردگار. چند نفر را نمازخوان کردم لیکن باز نماز را ترک کردند، من گناهگارم یا آنها؟ البته آنها گناهگار هستند. یعنی شما وقتی کسی را نمازخوان میکنید و بعدا آنها باز نماز را ترک میکنند، شما در این نمازی که اونها را وادار کردین خواندن شما ثواب میگیرید، لیکن اونها دویم باره وقتی که ترک ساختن خودشان گناهگار هستند، شما گناهگار نیستید. السلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا، خواهش میکنم با من دو کلمه را معنا و مفهومش را فهمانید. من معلم هستم. این کلمه ها این است: یکم مفلیس کیست؟ دوم خرافات چی معنی دارد؟ این برادر دو کلمه را از ما میپرسد که یکی کلمه مفلیس چی معنا دارد و دوم خرافات چی معنا دارد، مفهومش. مفلیس و خرافات هر دو کلمه عربی هستند. مفلیس کسی قشاق است، فقیر است، بینوا است، هیچ چیز ندارد، او را مفلیس میگویند. حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیثی را روایت میکند که پیغمبر خدا گفته بوده است: اتدرون من المفلس؟ به طرف صحابه ها پیغمبر خدا گفته بوده است: آیا میدانید که مفلس کیست؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. صحابه ها چی گفتن؟ بله گفتن میدانیم. مفلس کسی هست که درهم ندارد، یعنی پول ندارد، متاع ندارد، یعنی از مال دنیا چیزی ندارد. حبیب خدا چی گفتن؟ این من امتی، این المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکات. حبیب خدا گفتن نه، گفتن نیافتید. مفلس این است، گفتن از امتی من که روز قیامت آدمی نمازخوان است، آدمی روزدار است، آدمی زکات میدادگی هست، آدمی 5 وقته نماز در جماعت میخواندگی است، می آید و یأتی قد شتم هذا. این آدم گفتن میارن، این آدمی که نمازخوان بود، روزگیر بود، زکات دهنده بود، راستش میکنن. این زمان یک آدمی می آید نزد الله مراجعت میکرد است: پروردگارا قد شتم هذا، انا همین انسانی که نمازخوان است، روزدار است، زکات میداد، در دنیا مرا دشنام دادگی بود. شکایت میکند. و اکل مال هذا، شکایت میکند، بیراه میشود. دیگر شخص میآید: الله، انا همین انسانی که نمازخوان است، روزدار است، زکات دهنده است، انا همین در دنیا مالی مرا خوردگی بود. بیراه میشود. دیگرش میآید: و سفک دم هذا، ای الله،
همین انسانی که نماز خواند، زکات داد، روزه گرفت، در دنیا خون مرا همین رزاندگی بود، اینم بیراه می شود. فیعطا هذا من حسنات و هذا من حسنات. پروردگار چی حکم میکند؟ این آدمانی که شکایت آمدن باید که شکایت اینها برآورده شود. الله از این آدم نمازخوان حسنات را میگیرد، نیکی ها را میگیرد، به مقدار آن انسانایی که شکایت کرده بود حسنات میدهد. فإن فنیت حسناته قبل ان یقضی ما علیه. الله پیغمبر خدا میگوید پیش از آنه که پروردگار حکم کند که این انسان نمازخوان و روزگیر و زکات دهنده دوزخی است یا بهشتی، الکه حسناتش تمام بشود. حسنات الکه مردمی که در دنیا از دست این آزار دیدگی بود همش گرفتند، تمام شد. فطرح فی النار. الله نظر میکند چیزی از ثواب نیست، چی میگوید؟ فطرح فی النار، او را برداشته دوزخ را پرتایید. رسول اکرم گفت انا مفلس، انا این مفلس است، گفت این چیزی ندارد از ثواب. یعنی در دنیا مفلس ما تحلیل میکنیم شخصی که مال ندارد و چیزی از اشیاء زندگی ندارد، لیکن در قیامت مفلس کسی هست که ثواب ندارد. این مفلس قیامت است. خرافات چیست؟ خرافات هم کلمه عربی است. خرافات اصلا یعنی گویم سخنهای بیهوده، یا اینکه گویم سخنهای بی اساس، مفهومی بی اساسی را دارد. مثل چی؟ مثل الحال ما میبینیم در بعض خانه ها وقتی که چای ریخته میشه خرافات تماشا کنیم، ولی در ما و شما یک شرکیات، یک خرافات به نهایت ترقی کردگی است که در باب شرکیاتش خیلی من به شما صحبت ها داشتم که کدام عملها شرک هستند. شرک باز از خرافات فرق میکند. همون خارهایی که کشال میکنند، نعلهایی که دروازه ها دا میزنند، تاجرهایی که در دکانها دوشنبه میریم اکثر دکانهاش همش خار دارند، خارهای کلان کلان. یا دکانها دا دور میگردیم در اکثر دکانها قلنفرها کشال کردگی هستند. اینا شرک هستند، اینا شرک به الله هستند. اینا دا شما ثواب نمیگیرین، اینها دا دکان شما پرفیض نمی شود، اینها دا سودای شما کشاده نمی شود، بلکه شما در این حالت ها باور کنین اگر خدا در تقدیر شما دولت کشیدگی باشد، با این عملهای شرکیانه حتی دولت از دستان می رود. در این کار شما الله ناراحت می شود، زیرا شما شرکی به الله کرده ایستاده. و تو را پول می فارد، تو را سودا می فارد، به سوی پروردگار مراجعت کن. خدای بگو من دولت میخوام، من سودا کشایشی سودا میخوام، انشاءالله الله همش برآورده میکند. از اون خار و از اون نعل و از اون قلنفرهایی که کشال کردن چی فایده است؟ اونا شرک هستند. لیکن خرافات چی است؟ شما نظر کرده باشین در خانه ها وقتی چای میریزن، من خودم دیدم چای میریزن، بالای چای ده خف میبراید، همون خف ها را حتی به انگشتاشون میگیرن، بالای سرشون ده میمالن، میگوید انا همین همش دولت است. این خرافات است، این عادی است، کاری عادی است، لیکن عقیده شما ده زلال دارد، عقیده شما ده زلال دارد. شما دیگر حلاوت ایمان چشیده نمیتونید. یا در داخل چای یک شمع است، دیدین حرکت دارد، در حال زنها و فرزندای ما و شما که مادرهاشون تعلیم میکند، الکی میگن همین مهمان است، اگر خواهد و زیر کرپچه میگذارد یعنی میآید، اگر نخواهد همون شمع را به دستش میده میکند گویا مهمان نمی آمده باشد. اینم خرافات است. اینا باور که خنده نیستند، اینا را باید ما تعلیم دهیم. وقتی زن ما، خواهر ما، دختر ما همین عمل که انجام داد، گوییم که تو صد نامعقول کردی، تو با این عملت الکی فرزند ما را زهرآلود کردی، فرزند ما را الکی این بیماری نادرستی خطا گذرانیدی. یا نکاح را تماشا کنیم،
ما و شما نکاح میریم، بسیاری ملاها در نکاح ها اشتراک میکنیم، وقتی نکاح کردند میگن دستاتون همه در بالای رانهاتون گذارید، یعنی دستاتون با یکدیگر بسته نباشد که نکاح این چی میشود، بخت این سیاه میشه. این هم دروغ است، این هم خرافات است، این هم نادرست است. یا اینکه در حالت نکاح در پشت همون شه سوزن میزنند، این هم خرافات است. یا با توفلی ها، چی جوان دخترها و چی بچه ها با توفلی هاشون رفته در بالای کرپچه می نشینند، این هم خرافات است، این هم گناهگار میشوید. یا ما و شما ماه سفر میگیم، تیزی ماه سفر است، این هم خرافات است. در اسلام ماه سفر نیست. حدیثی صراحتا حدیث آمدگی است. در روزهای توی مردم تیزی نمیتن، یعنی وقتی شوربا میارن، خوراک میارن، میگه یکم قلنفر بیار، میگه ممکن نیست. این هم از خرافات است. یعنی یک سخنهای خرافات معناش چی بود است؟ سخنهای بی اساس، اساس ندارند، اساسهای علمی ندارند. امروز در بین اکثریت مردم ما همین خرافات ها چی هستند؟ خرافات ها خیلی خیلی عالی رفته ایستادند. اینا را باید ما و شما باریزه بریم. من انشاءالله باوری دارم این جوانایی که شنیدن اونا عملیش میگردانند. شنیدن دیگر است، عمل کردنش دیگر است. شما را عملی بگردانید. یا در شب خانه یک همسایت برو، خود جرغات است، خود دوغ است، خود شیر است نمیدهد. الان که پروردگار چی میگه؟ فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون و یمنعون الماعون. یمنعون الماعون تحلیل امیر خانه پروردگار میگوید ویل برای آن انسان، انا همون چای پر عذاب برای همون زن و مردی هست که ماعونه را من میکند. و یمنعون الماعون چی است؟ آب، نمک، آتش، گوگیر، شیر، بیل، هر یک اینا در ماعونه می درآید که در اینا بای و کم بغل محتاج هستند. یک بار شیر آوردن از خانه یک همسایه، در داخلش چند دانه گوگرچوی دیگه پرتافتگی بود. اینا همش خرافات هستند. اینا در بسیار احتیاط کنید. اینا اگرچه عادی میتواند، عادی میتابد، لیکن حسنات شما را میخرد، نابود میکند، عقیده اسلامی ما را دور میکند. انا معنای خرافات سخن بی اساس، معنای مفلیس انسانی که در دنیا باشد مال ندارد، در آخرت حسنات ندارد، این را میگن مفلیس.